کاملا رایگان و بدون نیاز به نصب هیچ برنامه‌ای میتونید با این بازی مهارت‌های زبان مخصوصا لیسنینگ خودتون رو تقویت کنید. بابادوم یک سایت خلاقانه است که از تصاویر ساده و جذاب استفاده میکنه تا با یه ریتم سریع و لذت بخش بهمون زبان یاد بده. تا حالا تو این چنل بازی‌های زیادی رو انجام دادیم ولی این یکی مخصوصا واسه زمانی مناسبه که حوصله یادگیری ندارید و می‌خواید با کمترین تلاش و به آسان‌ترین شکل ممکن از وقت خالی خودتون برای تمرین زبان استفاده کنید. بریم با هم انجامش بدیم تا باهاش آشنا بشید. آخر ویدیو بهتون میگم که چطوری خودتون میتونید خیلی راحت روی موبایل، تبلت یا کامپیوترتون این بازی رو انجام بدید. خب یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های این سایت اینه که فقط به یه زبان اختصاص نداره و میتونید 21 زبان مختلف رو باهاش تمرین کنید. انگلیسی رو هم میتونید با لهجه بریتیش یا امریکن تمرین کنید. فقط کافیه پرچم کشورش رو انتخاب کنید. خب اینجا من امریکن رو انتخاب میکنم. اونجایی که این سایت 4 نوع بازی رو ارائه میده، واسه اکثر افراد با سطح‌های مختلف زبان مناسبه. بریم هر کدوم از بازیاش رو یه کمی انجام بدیم. خب الان میبینید که 4 تا تصویر روی صفحه است، یک کلمه یا عبارت وسط صفحه. بازی تلفظ صحیح هر کلمه رو هم برامون پخش میکنه. Raisins. خیلی ساده ما باید تصویر مربوط به اون کلمه رو انتخاب کنیم. خب این کلمه اول ریزینز هست که معنیش میشه کشمش ها. باید تصویر مربوط بهش رو انتخاب کنیم که میشه بالا سمت چپ. اگه درست باشه یه علامت لایک روی صفحه میاد. خب درست. بعدی Razor. ریزر که میشه تیغ، پس پایین سمت چپ درست. بعدی Tracksuit. ترک سوت. از سوت میفهمیم که لباسه. ترک سوت یعنی لباس ورزشی، پس گزینه بالا سمت چپ درست. Chin. چین یعنی چانه، پایین سمت چپ. Tower. به گوشه سمت راست بالا هم توجه کنید. هر موردی که درست حدس بزنید امتیازتون بالا میره و هر موردی اشتباه حدس بزنید امتیازتون کم میشه. اگه از گوشه پایین تصویر روی ساینینگ کلیک کنید میتونید یه حساب رایگان بسازید تا امتیازاتون ذخیره بشه. البته اجباری نیست، فقط واسه دنبال کردن پیشروی خودتونه. خب اینم یعنی برج. عکس بالا سمت راست میشه. To clean. تمیز کردن مشخصه، این پایینیه میشه. Queen. بالا سمت چپ. Tail. تیل یعنی دم، پایین سمت چپ. Limousine. لیموزین هم که مشخصه. Club. کلاب یعنی چماق. البته معنی های دیگه هم داره مثل باشگاه یا انجمن. Subway. سابوی هم مترو. میبینید که خیلیاش آسونه ولی بازم ممکنه با کلمه روبرو بشید که باهاش آشنا نیستید. از اون گوشه بالا سمت چپ میتونید بازی ها رو عوض کنید. بازی دوم برعکس و یه تصویر بهمون میده، باید از بین 4 تا کلمه گزینه درست رو انتخاب کنیم. اینم چند تاش رو انجام بدیم. قبلش بگم که اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب یادتون نره. خب این یه سازه است به شکل قوس که تو فارسی بهش تاق میگن. تو انگلیسی میشه آرچ که توی کلمه هم هستش. البته آرچ فقط واسه سازه ها استفاده نمیشه، واسه توصیف هر چیزی که شکل قوس یا کمان داشته باشه میشه ازش استفاده کرد. Arch. خب حالا این تصویر فصل ها رو نشون میده. اون فصل اول هایلایت شده که انگار بهاره، پس میشه اسپرینگ. Spring. این عکس دنده ماشینه، بهش میگن گیرز. اصطلاح شیفتینگ گیرز هم از همینجا میاد. شیفتینگ گیرز یعنی عوض کردن دنده. ولی الان این اصطلاح اومده توی گفتگوهای روزمره و واسه عوض کردن رویکرد یه کاری هم ازش استفاده میشه. مثلا میگن she's shifting gears from teaching to writing. یعنی اون داره تغییر رویه میده و تمرکز شغلی خودش رو از معلمی به نویسندگی تغییر داده. پس شد گیرز. Gears. خب این عکس دست زدن رو نشون میده. گزینه درست میشه to clap. To clap. اینم مشخص روبانه، پس میشه ریبن. Ribbon. خب بازی سوم به نظرم بهترین مورد برای تقویت مهارت لیسنینگه. مشابه بازی اوله ولی دیگه اون کلمه به صورت نوشته شده بهمون نشون داده نمیشه و فقط باید از روی تلفظی که پخش میشه تصویر مناسب رو انتخاب کنیم. اگه رو علامت پخش کلیک کنیم کلمه رو میتونیم دوباره بشنویم. Raft. خب الان واضحه که داریم کلمه رفت رو میشنویم. رفت یه نوع قایقه. به این قایقای چوبی شناور رو صاف میگن رفت. پس تصویر پایین سمت راست درسته. Wine glass. خب واین گلاس، لیوان شراب. تصویر بالا سمت چپ.
bookmark, bookmark نشانگر کتاب میشه پایینی سمت چپ. battery, خب باتری هم که واضحه یعنی باتری. این بازی مخصوصا اینش خوبه که حتی اگه از قبل معنی کلمه رو میدونید ولی ممکنه با تلفظش آشنا نباشید که این بازی خیلی راحت بدون اینکه متوجهش بشید اسپیکینگتون هم تقویت میکنه. خب بعدی brick, بریک یعنی آجر، پس پایین سمت راست. tunnel, تانل مشخصه تونل. بعدی pyramid, چیزی که شنیدیم پیرامید بود یعنی هرم، پس گزینه پایین سمت راست. خب بازی چهارم رو میشه گفت سخت‌ترینه چون هم باید کلمه مربوط به تصویر رو بدونید هم نحوه نوشتن و اسپلینگش رو بلد باشید. حروف به صورت به هم ریخته نشون داده میشه، باید به ترتیب انتخابش کنید و کلمه مربوط به تصویر رو بنویسید. خب اولی تصویرش که مشخصه چی رو نشون میده، پیانو که توی انگلیسی همون پیانو هست. خب بذار واردش کنیم P I A N O. خب بازم جای خالی داره و یه چیزی باید اضافه کنیم. شاید نوع پیانو رو باید بگیم. با اون حروفی که باقی مونده چه کلمه میشه ساخت؟ آها گرند یعنی بزرگ. خب صفت قبل از کلمه میاد پس اول باید گرند رو بنویسیم G-R-A-N-D یه فاصله بعدش پیانو. ببینیم درسته؟ grand piano, خب این یکی آسون تره، کافیه دیگه C-O-F-F-E. coffee, این یکی 4 تا حرفه. تصویر که چوب اسکیه، البته تو انگلیسی دیگه بهش نمیگن چوب اسکی، همون اسکی خالی. اسکی البته 3 تا حرفه. آها چون 2 تاست جمع میبندیم میشه اسکیز. ببینیم درسته؟ skis, خب اینم از این بازی. این سایت یه گزینه جالب دیگه هم داره که اگه از گوشه بالای تصویر سمت چپ انتخابش کنید ترکیبی از 4 تا بازی قبلی رو براتون میاره. یعنی هر بار بازی عوض میشه تا تنوع بیشتری به یادگیریتون بده. خب من لینک سایت بازی رو پایین داخل توضیحات قرار دادم. خیلی راحت میتونید با موبایل، تبلت و کامپیوتر خودتون از طریق مرورگر وارد سایت بشید و بازی رو انجام بدید. نه ثبت نام لازم داره نه اینکه لازمه برنامه نصب کنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایک کنید و عضو چنل بشید تا ویدیوهای آینده رو از دست ندید. پیشنهاد میکنم ویدیو قبلی چنل رو هم اگه ندیدید تماشا کنید که داخلش یه بازی جذاب و کاربردی رو برای یادگیری اصطلاحات انگلیسی معرفی میکنم.